سلام بچه‌ها، به اولین ویدیوی کلش آف کلنزی کانالمون خیلی خوش اومدین. و اول از همه بگم که خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و اگر نظری دارین توی بخش کامنت ها بنویسین. و بچه‌ها بازی کلش آف کلنز جز استثنا بازیایی است که من دیگه توش واقعا خیلی مثلا نمیگم پرو هم اینا، ولی میدونم دیگه تقریبا چی به چیه. ولی بازم اگه شما هرچی که میدونین توی بخش کامنت ها برامون بنویسین، حتما کامنت ها رو میخونم، خیلی خوشحال میشم. و اکانت اینه، اسکیناش هم 2 اسکین براش خریدم $2. این با این ساموراییه که خودم به شخص عاشق اینو بیشتر از سامورایی حتی دوست دارم و فقط همین 2 رو گرفتم. رویال چمپیون هم یه اسکین رو داره، این مال کوینه، اینم که مهم نیست. این بخواد دارم جمع میکنم الماسا رو که اینو بگیرم. و اینم دیگه این موانعی که دارم. تو اینا از همه بیشتر این ماره رو دوست دارم توی اینو چون من کلا عاشق این بیبی دراگونم. و توی این ویدیو اومدیم که ترکیب هوگ ماینر رو بهتون یاد بدم برای تانهال 13. ترکیب این 3 هیلر میخوای، از چپ به راست دارم میخونم، 3 هیلر، 6 اسمش یادم رفته، همین این چی بود اسمش، همین گابلین زیرک، حالا اون خارجی نشدم. گابلین زیرک 6 میخوای، 12 ماینر، این 15 هوگ که اصل حمله ما با هوگ و ماینره، 4 بیبی دراگون برای پاکسازی که با اینا پاکسازی میکنم با گابلین زیرک ها، 3 ابردیوار شکن، ابردیوار شکن میخوایم 3 یه دونه هم دیگه این که مجبور شدیم. سلا این ماشینی هم که میبینی حتما با این باشه و 2 اسپل هیل میخواین، 2 ریج، 2 فریز و یه سم. رکتون هم باید حتما همش گابلین با این اسپل ریج یا هیل فرقی نداره، ولی من توصیه میکنم که ریج رو ببریم. و ماشین محاصره هم که دیگه باید همین رو ببریم، ولی خودتون ببریم بهتره. و بچه این مپ هم که میبینید مپ اصلی منه و مکس تانهال 13 هیچ چیز برای ارتقا نداره. من به 2 دلیل، 1 یا 2 دلیل ایستادم. به اول از همه که میخوام یه گلد پس خوب بیاد بخرم، چون واقعا لازم بر تانهال جدید، و هیچ علاقه به این اسکین ندارم الکی پول خودم رو خرج کنم. حالا گلد پس میگیرم یا با دونیت هایی که شما کردین یا با پول خودم، فرقی نداره، هیچ علاقه ندارم الکی پول برای این بدم. یکی هم میخوام ویدیوهای تانهال 13 رو بگیرم و بعد برم سراغ تانهال 14. آره، و بیاین یه مرور کلی بهتون بگم. اول از همه شما باید ببینید که اینها به صورت اینجوری چند تاییه یا تکی. اگر که تکی بود هیچ، ولی اگه چند تایی بود شما باید تلاش کنید که بتونید اینها رو بزنید، این برج جهنمی ها رو. خب و ببینید مثلا من الان با کوینم مثلا میخوام بیام این برج رو بزنم، چند تاییه. با گابلینا میام اینا رو میزنم، 2 گابلین برای این 2 میندازم، یه گابلین برای این میندازم و دیوار شکن و یه دونه بیبی دراگون هم میندازم که این 2 رو پاک سازی کنه. کوینو باید توی این منطقه بندازینش و هیلر هم پشتش تا کوین آروم آروم بره جلو. و وقت مثلا به این میرسید یا باید سم رو روی این بندازین یا ریج رو بندازین روی کوین و هیتلر ها تا نمیره. کوین ابیلیتیش نباید همین اول اتک استفاده بشه. بعد کوین میره تو، باید اینو بزنه. بعد مثلا اگر این تکی بود باید سعی کنید این ایگل رو بزنید یا توپخانه آقا. اگر مثلا ایگل هم میدیدین که یک جوریه که نمیشه زد، دشمن اصلی هوک ها 4 چیزه،
اولیش که این برج جهنمی هست چند تایی باشه، بعدش این شلوغ اندازاست، بعدش این توپخانه عقاب هاست و بعدش هم این برج بمباست. معمولا برج بمبا رو اقتو مثل من نمیچینن و اینام زدنش آسونه. الان تلاش کنید که این برج بمبا رو بزنین. اولویت که با اینه چون که این شلوغ اندازا معمولا خیلی توان مثل الان با ایگل. حالا تو موارد استثناء اینا که خودشون مپ خودشون چیده باشن، اصلا یه مپ معتبر و خوب نباشه، معمولا مثلا ایگل یه جای پرتیه مثلا میاد اینجا، یا توی مپایی هم هست که معتبر باشه مثلا ایگل اینجا باشه مثلا توی محوطه، ولی معلومه که خودشون چیدن یا معتبره. و اول از هم تلاش کنید که اینو بزنید. اگه چند تایی بود، اگه یکی بود کلا ولش کنید. بعدم این برج بمبا و این دوتا دیگه تهش. حالا بریم یه چند تا اتک زنده بزنیم. پر کردن برامون این چیزا رکمونو. خب الان این مثلا بزنم، نه بذار یه مپ قوی تر بیاد رو بزنم. و بچه ها حواستون باشه کوینم بس سعی کنید بزن. یه لحظه ببخش بچه ها، ببخش من یه لحظه مجبور شدم ویدیو رو استوب کنم. فکر کنم همونجوری که صداش تو ویدیو اومد زنگ خورد گوشی. و این تانه 11 و ببینید مثلا من الان بخوام اینو بزنم اینجاها رو پاکسازی میکنم، بعد دیوار شکن میدازم این دیوارا رو بشکن تا کوین بره این برج جهنمیه رو بزن. چند تایی بود؟ حالا ما مثلا این معلوم مپ خودش چیده دیگه، قشنگ معلومه این مپ چرت. اینم معلوم خودش چیده. این که تان 14 اصلا تان 14 مکس هم بود نمیتونم اینو بذار. مثلا این الان برج این مثلا الان من بعد کوینو از این طرف ول بدم تا این کوینم بزن، چون کوینم خیلی اذیت میکنه. هوگار یادم رفت بگم. بعد خود کوین خود به خود میاد این برج بمبارم میزنه. حالا برای پاک سازی من با گابلین زیرک اینا رو میزنم که گابلین زیرک پس خودکار میره سمتش. با بیبی دراگون اینو میزنم. اول دیوار شکن الان اینجا ول میده. بیبی دراگون الان باید حتما این ساختمونه رو هم بزنه. اگر نزنه احتماله که کوین دور بزنه خیلی میره با، چون دیوار هم از سمت اون شکسته اون طرف. خب الان من کوین رو از این بالا ول میدم یا میندازم. اسپل ریج یا سم رو آماده میکنم که برای این کوین نیازی نیست. اوکیه. هر وقت دیدین جونش داره کم میشه یا میدونی مثلا به جای سختی میرسه که احتمالی که جونش کم شه هست مینداز. مثلا الان معلوم بود دیگه کاش سخت. برج موبا رو یه دونش برامون زد خوشبختانه. الان باید این برج جهنمیه رو بزنه، نزنه دهنش رو صاف میکنه. خب دیگه اوکی، اون طرف ماموریت انجام شد. حالا ما این طرف هم باید یک مقدار پاکسازی کنیم که فرقی نداره کدوم طرف باشه. مثلا الان میخوام از همین طرف بزنم. دو تا گابلین زیرک راست میفرستم، 2 تا چپ تا پاکسازی شه. یه ابردی واشکن هم میفرستم دوباره. الان کوینو چون دیگه میخوام ولش کنم دیگه ریج آخر رو میندازم دیگه کار خودشو بکنه اینجا. حالا اینا رو برای این کریسمس داده، ولی اگه نبود شما کینگ رو میندازین با اینو. حالا من اونا رو استفاده نمی کنم که برای کسی که بعد کریسمس این ویدیو رو میبینه بتونه. حالا ما میندازیم که بره بزنه با کینگ. خب الان من توانایی کینگ رو میزنم. تواناییش هم سعی کنه این باشه که همین دیوارا رو خراب میکرد، چون که میره مپ از داخل نابود. الان واردن رویال چمپیون و هوک ها هم دیگه خودش الان نابود میشه. اینا رو من میندازم. باید سعی وایسین تا واردن به وسط های مپ. این مپ الان راحت جمع شد چون تان 11 بود. مثلا به جای سنگین که رسید ابیلیتی واردن رو بزن. حالا میگم این ابیلیتی هاتون هم چی باشه بهتره.
هیلا رو هم وقتایی میندازین که هوگا نیاز داره. من اینو یه دونه زدم که سریع یه دونه بزنم، یه آسون یاد بگین، حالا سختم میرم میزنم. و حواستونم توی این ترکیب باید خیلی به زمان باشه، چون که ترکیبه، چون کوین قرار بره حمله کنه زمان زیادی احتمال داره کوین ازتون بگیره و حواستون خیلی باید باشه. ببینید من خودم ابیلیتی هایی که استفاده میکنم ایناست و به نظر من بهتریناش هم همیناست. حالا شاید چیزای دیگه هم باشه، مثلا من برای کوین اینو دارم لول 17، اینم برای کوین دارم باز لول 17، ولی استفاده نمیکنم. از همین دوتا راضیم. برای واردن که به نظرم این قطعاً باید باشه، یعنی واردن بهترین ترکیب اینه با این، اصلا بهتر از این من نمیدونم. واقعا من به نظرم بهتریناش ایناست. آره الان یه دست دیگه هم میریم که دیگه رک نداریم، مهم نیست. تو اینم رتبه 16 هم. حتما اتکای اگر ارتقا پیدا کنم رفتم والکری 12 میرم یا 14. مثلا بخوام لیگار کنم، اگه والکری 14 هم رفتم حتما بهتون میگم. خب الان میریم یه حمله. این دفعه میخوام یه مپ سخت برم که مثلا این مپ هم دیگه اصلا ولش کن، با اینکه لوتش خوبه ما فعلا لوت نمیخوایم چون تانمون مکسه. بخوایم یعنی مپش سختیه، مپ سختیه. مثلا یعنی چند تاییه و کوینش هم اینجاست. من میگم بهترین راه اینه که از بالا ولش بدیم به این برسه تا شاید به کوینش هم برسه و یه برج بمب هم اینجا برامون میزنه. پس برای پاکسازی ما اول اینو میفرستیم با این اینجا. حالا نیازی نبود من اونو بفرستم، این برام برای یه پاکسازی صورت بگیره. اینا کم نیاریم، حالا اینو بزنه چون از این برم احتماله که دور بزنه هست. امیدوارم فقط دور نزنه، هی میترسم دور بزنه. باز رفت. چقدر چیده اینجا. این مپ واقعا بچه یکم مپ سخت و اذیت کننده ایه. نتم ضعیف شد. من اینو میندازم چون معلوم بری جلو دیگه اذیتش میکنن. خب بس سم آماده کنم رو کوین و اینا بندازم چون قطعا اذیتش میکنم و رو واردن حالا فعلا میندازیم سمو تا بره جلوتر. اوکی دیگه باید سری بره تو. اگر اذیتمون نکنه الان بدبخت شدیم بچه، یکم اذیت داریم میشیم چون که الان این بالونا میان دهنش. خوبه الان کوین ما، کوین حریف و واردنو یه دوتا این برج جهنمی ها رو بندا. خب الان دیگه نیاز به پاکسازی نیست، اونور رو زیاد نمیخواد. وقتی که کینگو ول میدین یا میندازین پاکسازی کنین مهم نیست. اینجا هم دیگه احتمالا ابیلیتی کوین استفاده میشه و مهم نیست دیگه، کاریش نمیتونم بکنم، باید استفادهش. دیوار شکن رو برای این ور یادم رفت که دیوارش هم باز بود و بچه واقعا مپ اذیت کننده ای بود، خیلی مپ سختی بود. واردن رویال چمپیون این بندا. از اونجایی که این مپ هنوز ازش مونده و مثل مپ قبلی آسون نیست، من اول باید با هیل این هوگا رو زنده نگه دارم. الان که رفتن داخل مپ باید بندازم که یه هیلم باز با اینجا بندازم. قدرت رویال چمپیون هم وقتی که مثلا اینم چند تا دفاعی سخت هست که نمیشه احتمالی که هوگامون بمیره هست اون موقع میندازیم و الان مثلا اینو رو این میندازم، این رو این همینه. برای این دیگه چی داریم؟ هیچی نداریم. و بچه مپش سخت بود خدا وکیل و مپ آسونی نبود مثل مپای قبلی که بگیم راحت صدش کردیم. نه مپ نفسگیری بود. 9 ثانیه گفتم زمان خیلی مهمه، الان من زمان کم آوردم. نه اون راستیه رو بزنین. وای بچه ها دیدین زمان کم آوردم، گفتم تو این ترکیب زمان خیلی چیز مهمیه.
حواستون باید به زمان باشه. و بچه آموزش بعدی هم که میخوام بذارم آموزش سوپر بولره. سوپر بولر رو آموزش بعدی براتون حتما میذارم. یه اتک دیگه هم باز بریم بزنیم و دیدیم که تو این من برای 1% زمان کم آوردم و جای 3 ستاره 2 ستاره شد. یه بار دیگه میریم که باز رکمون خالیه. میتونم درخواست بدم؟ آره بذارم پر میکنم. سوپر بولر بچه آموزش بعدی. الان اول ویدیو کلش رویال که آپلود شده، وقتی که من ویدیو رو آپلود میکنم ویدیو بعدیمونم حالا بهتون میگم موکوه. چند ثانیه وایسیم و وی پی این اومدم. آره چرا با وی پی این اومدم نمیدونم. خب اینا رو که من هیچ کدوم دوست نداشتم، ولی این توپل بود توپلیشو دوست داشتم. و من بچه ها دوست دارم میگه منظره که خیلی دوست دارم داشته باشم و بخرم اینه. خیلی منظره رو دوست دارم. خب انگار پر کردن نفهمیدم. بریم یه اتک دیگه هم بزنیم. الان مثلا اینم باز یه سختیه که من اینو میزنم. آره چون سخته. خب من الان هدفم حمله از این سمت تا هم اینو بزنم هم ایگلو بزنم که از 2 تا چیز اذیت کن هم اول کار راحت شم و بعد از اون کینگو هم از این طرف ویل میدم تا هم بتونن اینو برامون بزنن، کوینو هم اون ایگل چندتایی و این دادیم بیبی دراگون این ور با این ور تا قشنگ پاک سازی کنن که کوین اصلا دور نزنه، چون دور بزنه کار تمومه. دور بزنه اتکتون خراب شد، داغون میشه اتک. اینم بندازیم اینجا. این دیوارم شکونده. حالا این برو تو. چرا دور زدی؟ برو تو. وا گن زد. اینو بندازیم و دور نزنه دیگه. کوین دهن منو صاف کردی. اگه خنگی تو چرا دور میزنی؟ بازم خنگ بازی در آورد. خب الان دیگه باید چه بکنیم؟ دیگه نمیشه کاری کرد. گن زد الان تو اتک هم که گن نه. چرا گن زد الان کو هیلراش میمیرن. هیلراش میمیرن و هیچی نیست. اینا شفاده میمیره همون لحظه. خب دیگه وقتشه اینو بندازیم با اینو. گن زدی کوین، به معنی کلمه گن زدی. ولی گندم نزد. الان ایگلو زد. یه شلوغ اندازم برای ما زد، ولی شانسی بود. احتمالا که خراب شه خیلی بود. خراب میشد به قرآن حلالت نمیکردن. اینم کینگم باز گن زد مثل قبلیمون. الان من اینجا هیل میندازم چون گفتم مپ بخش زیادیش مونده. هیلو بد انداختم باعث شد دو تا هیل بعدم بزنم دیگه. واردن ابیلیتیش باید بزنم. به وسط های مپ نرسید. این اتک یکم بد شد ولی 100 میشه. الان ریج رو اینا میندازم. این دوتا رو بزنید خدا وکیلی. وای کون یعنی گن زدید یه تنه به مپ به اتک. نفهمیدم چرا دور زد. من دیوارم براش شکونده بودم. چه میلی چه علاقه نیروهای کلش آف کلنز دارم بر دور زدن. و بچه باز نگاه کنید 30 ثانیه وقت می کلن اتک اوگی ماینر اتکیه که نیازمند وقته. یعنی باید توی وقت و اینا حواستون خیلی جمع باشه. و بچه 3 تا اتک زدیم که این دیگه مال قبله. 2 تاش 100 شد، یکیش هم 99 که زمان کم آوردیم و
هر سوال داشتین توی کامنت ها بپرسین، حتما جواب میدم. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو دیدیم و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا حافظ.